القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات، وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در سوره مبارکه قمر خواندیم انا کل شیء خلقناه بقدر. معنیش اینه که خالق همه چیز به حد معین و به حد مشخص الله عز و جل است. خالق او هست، کارساز او هست، برنامه ریز او هست. حال در سوره الرحمن میخوانیم که برکات دهنده هم او هست. عرض کردم در این چند سوره مدعای سوره در پایان می آید. در پایان سوره قمر آمد انا کل شیء خلقناه بقدر. در پایان سوره رحمان می خوانیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. برکات دهنده هم او هست و همه برکات در اختیار او هست. در این سوره خلاصه سوره را خدمت شما عرض می کنم. در این سوره 9 تا دلیل عقلی برای اثبات مدعا می خوانیم. از اول 9 تا دلیل عقلی هستند که اینها در رکوع اول هستند. در رکوع دوم تخویف دنیوی و اخروی برای منکرین مدعا می خوانیم. و در رکوع سوم بشارت هست و مژده هست برای کسانی که این ادعا را میپذیرند و تسلیم میشوند. و همچنین در این سوره ذکر نعمتهای الله عز و جل است. نعمتهای بیشمار و به سبک و اسلوب بسیار زیبایی نعمتها را به ترسیم کرده، به تصویر کشیده که با توجه به اینکه هم ذکر نعمت هاست، هم نعمتهای دنیوی هم نعمتهای اخروی، و هم سبک بسیار زیبا هست همراه با فصاحت و بلاغت و بیان و بدیع. این سوره عروس قرآن نامیده شده، در زیبایی چنان می درخشد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن. الرحمن اولین دلیل عقلی هست بر توحید. الله ذاتی هست که رحمان است. رحمان صفتی هست از صفات خدای عزوجل که بر رحمت عامه دلالت می کند.
رحمتش عام هست، رحمتش شامل همه هست. چنان رحمتی هست که هیچ فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن نمیگذارد. شامل مؤمن هم میشه، شامل غیر مؤمن هم میشه. به همین خاطر شما بعد از رحمان عنایت بفرمایید، نعمت‌های ذکر شدند که این نعمت‌ها عمومی هستند، نعمت‌ها مشترک هستند، این نعمت‌ها همه را در بر میگیرند. پس الرحمن معنیش اینه که الله عزوجل رحمش، مهربانیش، لطف و کرمش بر همگان هست. علم القرآن، این اولین نعمت هست و نعمت روحانی هست. قرآن را تعلیم داد، قرآن را الله عزوجل توسط حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به بندگان خودش آموزش داد. قرآن نعمتی هست برای همه. الان اون مسئله دیگری هست که بعضی از این نعمت استفاده نمی کنند، انکار می کنند، قبول نمی کنند. اما نعمت قرآن برای همه هست، برای همه فرستاده شده. این قرآن خلق الانسان، این دلیل دوم عقلی هست بر توحید الله عزوجل. اول اینکه رحمان هست، مهربان هست، با کرم و احسان هست. دیگه اینکه خلق الانسان، انسان را، این ایجاد ذات انسان، بعدا صفات انسان. انسان را الله آفرید، خلق می طلبد که ما در خدمت خالق باشیم. انسان را ایجاد کرد، از عدم موجود کرد. علمه البیان، انسان را که پیدا کرد اون ایجاد ذات بود، اونجا بنیست بر انسان ایجاد ذات، اینجا بنیست ایجاد صفت. به انسان بیان داد، بیان را به او آموزش داد. اینکه الله تعالی به ما قوت بیان داده، نعمت اندکی نیست، نعمت معمولی هست. علمه البیان معنیش اینه که هر چی که در دل داری، درد در دل داری، احساسی در دل داری، اینها را قشنگ میتوانی چی بکنی؟ تعبیر بکنی، بگی، هر کس را بفهمانی، هر کس را تفهیم بکنی که من مشکلم اینه، من ناراحتیم اینه، یا من خوشیم اینه. انسان فقط میتواند، بقیه حیوانات نمیتوانند که درون خودشون را به زبان اقرار بکنند که چی دارند، چی میخوان بگند. پس بیان واقعا نعمت بزرگی هست. همه را خلق کرد، حیوان را، شتر را هم الله پیدا کرده، ولی علمه البیان، این بیان را الله فقط به انسان داده. این دومین. و سومی الشمس والقمر بحسبان، این دلیل سوم عقلی هست. نعمت سوم هم هست، دلیل سوم هم هست. الشمس والقمر بحسبان ای یجریان بحسبان، ماه و خورشید جاری هستند بر اساس یک حساب مشخص. ببین جریان ماه و خورشید، اگر ما به این فکر بکنیم و باز تمام منافع این دوران را، این سیر را، این جریان را ما بنویسیم، کتاب ضخیمی درست میشه که شمس و قمر اولا در گردش خودشون، الان اون بحث فلسفی جداگانه است که کسی میگوید که اونها خورشید
دور نمیزنه، زمین است که دور اون دور میزنه. ولی الله تعالی بر اساس نکات ریز علمی سخن نمیگوید، چون کتاب برای فلسفیون فقط نیست. هر شخص میبیند که خورشید داره راه میره، به همین ظاهر الله سخن میگوید. لذا این که طلوع میکند تا غروب میکند چه منافعی دارد؟ علاوه از این که حرارت میبخشد، علاوه از این که سبب رشد و نمای خود بدن انسان میشه، زراعت ها میشه، درخت ها میشه، میوه ها میشه، علاوه بر این که جهان را نور میبخشد و همه جا را روشن میکند، این منافع همه به جای خود روی یک حسابی ما میتوانیم که تمام حسابهای هفته را، ماه را، سال را، همه را به وسیله این ماه و خورشید داشته باشیم. گاهی حساب ما قمری هست، گاهی حساب ما شمسی هست. به هر حال همه حد و تعیین ها بین انسان ها، اهم از حد و تعیین در معاملات، در مسائل دیگه، موعدها، اینها به خاطر همین شمس و قمر هست که حساب را این برای ما درست می کند. لذا یجریان به حسبان، روی یک حساب اینها جاری هستند. خب این نعمت آفاقی هست و النجم و الشجر یسجدان، این نعمت اون آفاقی علوی هست، این آفاقی سفلی هست، پایین. والنجم والشجر یسجدان، نجم و درخت سجده میکنند. سجده میکنند یعنی بپایینند. مراد از نجم اینجا ستاره نیست. علما تصریح کردند درخت به اون بوته میگویند که تنه دارد و نجم به اون درخت میگن که تنه ندارد، یعنی گیاه، بوته ها، اینها سجده میکنند ذات الله عزوجل را. والسماء رفعها ووضع الميزان، الله آسمان را بلند خلق کرد و وضع المیزان، و ترازو را گذاشت. میزان، ترازو چیه؟ بعضی گفتند منظور از ترازو عدل هست. خدای عزوجل در زمین برای ما عدل گذاشت و ما را مکلف کرد، اهل زمین را، که در همه کارها عدالت را پیش بگیریم، ظلم نکنیم، تندروی و زیاده‌روی در هیچ کاری نکنیم. عدل یک نعمت بسیار بزرگی هست که سبب آرامش در همه انسان ها میشه. حق هیچ کسی پایمال نمیشه، هیچ کسی مظلوم قرار نمیگیرد. حق زن بهش داده میشه، حق فرزند بهش داده میشه، حق کوچک، حق بزرگ، راعی، رعیت، همه حقوق سر جایش هست. پس این نعمت هم نعمت بزرگی هست. و وضع المیزان یعنی عدل را گذاشت. شیخ رحمه الله میزان را تفسیر می کند به عقل. خداوند به شما عقل داد، چون عقل ترازو هست. عقل سنگینی و سبکی را تشخیص میده. الله تعالی به شما عقل داده که بر اساس اون شما عدل بکنید. خب اولین تفسیر که عرض کردم دلیلش عن مجاهد و قتادة و السدی، این سه تا بزرگوار میگن وضع المیزان ای وضع فی الارض العدل الذي امر به. وضع فی الارض العدل الذي امر به، خداوند در زمین عدالت را گذاشت، عدالتی که به اون امر کرد. الان اون عدالت ترازو هست.
هر کسی که بیشتر بکند ظلم، هر کسی که از اون به اون حد نرسد حقش پایمال شده. پس معیار پس ترازو عدل است. اما معیار چیه؟ چه چیزی هست که عدل را مشخص می کند؟ کی هست که به ما میگه که این عدل است این ظلم است؟ خب بهترین ترازو و بهترین میزان سنجش برای تشخیص عدل قرآن است. پس معیار عدل چی هست؟ قرآن است. به این خاطر بعضی ها به میزان را به قرآن تفسیر کردن، چون قرآن ترازوی خوبی هست. قرآن مشخص می کند ظالم را و مظلوم را در همه مسائل. بله، فعلى هذا الميزان القرآن لأن فيه بیان ما يحتاج إليه. میزان قرآن است، چون در قرآن بیان اون چیزی هست که نیازمند هستیم بهش. و هو قول الحسین بن الفضل رحمه الله قرطبی. اما عرض کردم شیخ گفته میزان عقل است. هر انسانی به عقل سلیم خودش با عقل سلیم تشخیص میده زیاده روی و کم روی را. یعنی الله به ما هم قرآن داده هم عقل داده. الا تطغوا فی المیزان، نهی از طغیان است، اینکه سرکشی نکنید، تجاوز نکنید در میزان، در ترازو، یعنی ترازو را بالا و پایین نکنید. و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، وزن را برابر کنید، راست کنید به انصاف. ولا تخسروا المیزان، و کم نکنید وزن را، یعنی هیچ نوع اجحافی ظلمی در حق کسی انجام ندهید، درباره همه عدل کنید. عدل با هر کسی فرق دارد. عدل با خدا اینه که ما در رابطه با خدای عزوجل همه صفاتش را بپذیریم، احدی را شریک قرار ندهیم. اگر شریک قرار دادیم میشه ظلم. ان الشرک لظلم عظیم. بله. والارض وضعها للانام، اونجا والسماء رفعها، آسمان را الله بلند کرد و بعد از آسمان برای ما عدل فرستاد. حال نعمت سفلی محض یعنی زمین را الله گذاشت برای مخلوقات. فیها فاکهة والنخل ذات الاکمام، در زمین چه نعمت هایی هست، چه عرض کنم که فراورده هایی هست. الله می فرماید که فیها فاکهة، در زمین انواع میوه ها هست. والنخل ذات الاکمام، و همچنین نخل که ذات اکمام است. اکمام یعنی غلاف. الله تعالی چگونه میوه ها را در غلاف ها و به ویژه خرما را در غلاف محفوظ فرموده. والحب ذو العصف والریحان، و همچنین دانه هایی که دارای سبوس هستند. ذو العصف، سبوس، پوسته دارند که خودشون غذای شما و پوستهشون و کاهشون غذای حیوانات شما. و ریحان، و همچنین ریحان هر نبات خوشبو را میگویند. هر نبات خوشبو را میگویند. گرچه در فارسی ریحان نام یک سبزی هست، ولی در قرآن منظور اون ریحان نیست. شامل اون میشه ولی اون ریحان نیست. ببین خدای عزوجل سبزیجاتی که پیدا فرموده، بعضی ها میوه دارند، فاکه هستند، میوهشون را ما میخوریم. بعضی ها ما حبوباتشون را استفاده میکنیم، دانه هایشون را، مثل گندم و جو.
بعضی ها نه میوه دارند نه حبوبات دارند، خوشبو هستند، از بویشون از عطرشون ما استفاده میکنیم. پس ریحان تمام نباتات و سبزیجات خوشبو را میگویند که اینها برای روح و روان انسان فرحت بخش هستند. انسان با اون بو وقتی که به مشامش میرسد احساس راحت میکند، یه احساس خاص به انسان دست میده. پس همه را الله تعالی ذکر فرموده. و الریحان کل مشموم طیب الریحان من النبات، کل مشموم طیب النبات من الریحان، هر مشموم اونه که بوی خوشی دارد و ریح خوشی دارد. ریح همون بو هست. طیب الریحان من النبات. مثلا این گل، انواع گل ها، گل محمدی هست، گل سرخ هست، گل های دیگه که بوی خوش داره، اینا همه ریحان هستند، یعنی خوشبو. طیب الریحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدام نعمتهای پروردگارتان شما تکذیب میکنید ای جماعت جنات و انسان ها؟ صیغه تثنیه است. خدا هم ما را خطاب کرده هم جنات را. شما کدوم نعمت ها را تکذیب میکنید؟ ببین تکذیب که نمی کنیم، ما همه نعمت ها را قبول داریم، اما بعضی بی انصاف ها هستند، بعضی ظالم ها هستند که نعمت های خدا را نسبت میدن به غیر خدا. تکذیب دیگه. به عنوان مثال فرزند را الله عنایت فرموده، خدا بهش داده، رحمان بهش داده، باید نامی گذاشته بشه که نسبت به الله باشه. رسول الله فرمود بهترین نام ها عبدالله، عبدالرحمن هستند، که ما در حال میگیم که این بنده الله هست. ولی بعضی وقت انسان تکذیب میکنه، گویا عملا عبدیت الله را و داد و دهش خدا را میگه. مثلا عبدالحارس، عبدود یا عبدود، ود سواع و یغوث، نسبت میده به طرف چی؟ به طرف بت، به طرف غیر الله، به طرف اولیاء الله. لذا اینها در واقع چی هست؟ ناسپاسی هست، ناشاکری هست. فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدام نعمتهای رب شما منکر هستید، تکذیب میکنید ای جماعت جنات و انسان ها؟ وقتی که این آیات را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در محضر صحابه تلاوت کردند، صحابه گوش میکردند، ساکت بودند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که شما اینجا خدا سوال کرده، از شما جنات بهتر شدن که جواب دادند، شما جواب ندادید. صحابه عرض کردند یا رسول الله جواب جنات چی بود؟ آن حضرت فرمود جنات وقتی که خدا گفت فبأي آلاء ربكما تكذبان، ای جماعت جنات و انسانها به کدوم نعمتهای رب شما منکرید؟ جنات گفتن لا بشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، به هیچ نعمتی ما منکر نیستیم، تکذیب نمی کنیم پروردگارا، فلك الحمد، هم تو را سزاوار است. لا بشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، تفسیر ابن کثیر. لذا در بسیاری از آیات خداوند عزوجل از ما سوال می کند یا از ما چیزی می خواهد، در اونجا مستحب است که انسان جواب بده. مثلا وقتی که آیه سوره تین را می شنویم، خدا می فرمد الیس الله باحکم الحاکمین، خدا احکم الحاکمین نیست؟ مستحب است من و تو جواب بدیم بلا و انا علی ذلك من الشاهدین. چرا نیست؟ منم گواهم،
منم شهادت میدم که الله احکم الحاکمین است. وقتی که الله تعالی میفرماید سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بگو نام ربت را که اعلی هست، من و تو وقتی که این آیه را میشنویم برای ما مستحب است بگیم سبحان ربی الاعلی. وقتی که ما میشنویم آیه را که الله میفرماید فسبح باسم ربک العظیم، برای ما مستحب است در جواب بگیم سبحان ربی العظیم، چون خدا میگه که تسبیح بگو نام رب عظیم را، شما هم جواب بگو سبحان ربی العظیم. از این حدیث اینجور معلوم میشه که در همه آیاتی که اون آیات جواب دارند، پاسخ دارند، مؤمن چیکار بکند؟ جواب بده، پاسخ بده. البته در نماز نه، در خارج از نماز وقتی که تلاوت میشه. خب خلق الانسان من صلصال، این دلیل چهارم هست، دلیل چهارم توحید عقلی. خلق الانسان من صلصال، انسان را آفرید از صلصال. صلصال گل خشک را میگند، گل خشکی که کالفخار، مثل سفال هست. سفال گل را دیدید گاهی خشک میشه و مثل سفال شکننده میشه، میشکند. بیشتر جاهایی در بیابانها که تقریبا خاک هست، خاک رس هست، باران میبارد یک مقداری برآمده میشه و خشک میشه، وقتی که لگت میکنی اینها میشکند، مثل تخت مانند هست. از اون صلصال همون گل هست. الله میفرماید من انسان را از اون گل خشک که مثل سفال هست آفریدم. و خلق الجان من مارج من نار، و جن را آفرید الله من مارج. مارج آتش خالص را میگند یا شعله را میگند، لهب را میگند. اون شعله آتش، شعله‌ای که من نار از آتش باشد. بعضی گفتند که شعله‌ای که تو اون دود نباشد، خالص فیه لهب لا دخان. بعضی گفتند شعله‌ای که جنات از او آفریده شد توش دخان بود، دود بود، به همین خاطر دخان هست که در جنات تمرد و سرکشی غالب است. اما ملائکه را الله تعالی از این لهب بخش بالایش که نور هست، اونجا هیچ خبری از دود نیست، از اون نور آفریده. علما میگویند فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدوم نعمتهای ربتان منکرید، تکذیب میکنید جماعت جنات و انسانها. رب المشرقین و رب المغربین، دلیل پنجم بر توحید عقلی است. الله آن ذاتی هست که رب مشرقین و رب مغربین هست. دو تا مشرق و دو تا مغرب، آیا مشرق یکی هست یا دو تا هست؟ مشرق و مغرب یکی هست. مشرق جانب شرق را میگویند، مغرب جانب غرب را میگویند. اما طلوع خورشید به اعتبار زمستان و تابستان تفاوت دارد. در زمستان از یک گوشه مشرق و از یک زاویه هست، در تابستان از یک زاویه دیگر. غروب ها کذا، در زمستان به یک زاویه غروب میکند، مغرب یه جای دیگه هست، در تابستان فرق میکند. به همین خاطر رب المشرقین و رب المغربین تفسیر مدارک نوشته فی الشتاء و الصیف، در تابستان و در زمستان. اما آیه سوم هم داریم، رب المشرق هم داریم، رب المشارق والمغارب هم داریم. مشارق والمغارب اونجا به اعتبار تابستان و زمستان گفته نشده، اونجا به اعتبار
اختلاف طلوع در هر روز. اونهایی که عالم به فلکیات هستند و رصد میکنند سیر خورشید را و محل طلوع را، میدونند که هر روزی از یک زاویه، هر روزی با روز قبل محل طلوع هم فرق میکند، محل غروب هم فرق میکند. لذا بر اساس این میشه رب المشارق والمغارب. بس الله می فرماید رب المشرقین، اون رب مشرقین و رب مغربین هست. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ای جماعت جنات و انسان ها کدوم نعمت های رب را شما تکذیب میکنید و قبول نمیکنید؟ مرج البحرین یلتقیان، این دلیل ششم هست عقلی بر اثبات توحید. الله می فرماید عقلتون را به کار بگیرید، دریا را برید تماشا بکنید که دو تا دریا را الله جاری کرده. مرج به معنی ارسل و اجرا، دو تا دریا با هم حال جریان هستند و آب دارند، اما دو تا دریا با هم فرق می کنند. یلتقیان، به ظاهر با هم دیگر ملاقات و برخورد دارند، اما بین این دو تا دریا بینهما برزخ لا یبغیان، بین اینها حجابی هست، مانعی هست، پرده‌ای هست که لا یبغیان، این دریاها در همدیگه نمیروند، فرو نمیروند. از نظر ظاهری میروند، مرج البحرین ظاهری هست، لا یبغیان معنوی هست، یعنی با همدیگه خلط نمیشوند. این هم یکی از آثار قدرت الله عزوجل است که دو تا دریا، اما این دو تا دریا قرآن مشخص نکرده کجا هستند. علما که بررسی کردن در جاهای متعدد هستند و دو تا دریا هم نفرموده شور و شیرین، گرچه بیشتر به همین میگویند که یک دریا شور هست و یک دریا شیرین هست. اینها آبهایشون به ظاهر با هم دیگر تلاقی دارند، تصادم دارند، خلط میشوند، اما لا یبغیان، در حقیقت اینها در همدیگه نمی روند، مثل دو تا جنس متضاد اصلا با هم آمیخته نمی شوند. در حالی که شما دو لیوان آب متفاوت بریزید با هم قاطی می شوند. اگر رنگشون متفاوت باشد یک رنگ سوم درست میشه، اگر طعمشون متفاوت باشد یک طعم سوم درست میشه، هر چیزشون به هر حال یک چیز سوم درست میشه. اما قدرت خدا را ببین که این دو دریا با هم اگر شور و شیرین هستند، شور شور میماند، شیرین شیرین میماند. اگر این دریاها دریای سیاه و سفید هستند، سیاه سیاه میماند، سفید سفید. اصلا اینها این دریاها با هم دیگر وقتی که مخلوط میشند رنگشون قاطی نمیشه، یک رنگ سومی درست نمیشه. اگر دریای سرد و گرم هستند هم در هم دیگه فرو نمی روند. بیشتر اشاره کردن این دریا در سنگال که در آفریقا هست و دریای سنگال یا نهر سنگال که در محیط اطلسی در دریای اطلس میریزد، اونجا با هم دیگر اینها تلاقی دارند. یکی از مفسرین که علامه شنقیطی هست، کتاب تفسیر اضواء البیان را نوشته، ایشون نوشتن من خودم رفتم اونجا، از نزدیک مشاهده کردم و دیدم که اینها با هم دیگر تلاقی دارند، برخورد دارند، اما قاطی نمیشند. و میگه من تو همون نهر خودم را شستم، اما اون جایی که محل تلاقی و محل برخورد دو نوع آب هست نه. یکی دیگه از دوستانم عیناً همون جا رفت، طوری در وسط ایستاد
که بر همون پرده قرار گرفت و میگه که دستهای خودش را بلند کرد، یک دستش در دریای شور بود و یک دستش در دریای شیرین بود و میگه این دوستم برای ما گفت که من وقتی که این دستم که تو آب شور بود نگاه کردم و زبان زدم به دستم و چشیدم، دیدم شور هست، و این دستم که تو دریای شیرین بود وقتی که چشیدم دیدم که این شور نیست، این شیرین هست. نوشته ایشون که وهذا محقق الوجود فی بعض البلاد، این چیزی که قرآن گفته در یک جا نیست، در هندوستان هم هست چنین دریاهایی، در جاهای دیگه هست، در بنگال هم هست. این چیز محقق الوجود هست در بعضی از بلاد و سرزمین ها. و من المواضع التي هو واقع فيها، یکی از اون جاهایی که این اتفاق افتاده، المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال، محلی که دریای سنگال و نهر سنگال قاطی میشه بالمحیط الاطلسی، در محیط اطلسی در کنار شهر سان لوئیس، به جنب مدینه سان لوئیس. اونجا میفرماید که همین اتفاق و همین دریا هست. جاء احد المرافقین الثقات، یکی از همراهان ما که مورد وثوق و اعتماد بود آمد، الى محل اختلاطهما، به همون محلی که این دو دریا با هم اختلاط داشتن. و انه جالس یعرف باحدى یدیه عزبا، این نشست در همون محل در مرز و در یکی از دستهای شیرینی را احساس می کرد، عزبا فراتا، یعنی آب بسیار شیرین و خوشگواری بود، والاخرى ملحا اجاجا، دست دیگر که وقتی که چشید از آبش، آب شور بسیار تلخ بود. یعنی این تفاوتی که بین دو آب بود، اینها وقتی که با هم تلاقی داشتند هیچ اختلاطی و قاطی شدنی با هم نداشتند. همین علامه رحمه الله نوشته که یکی از دانشمندان که میگه من مسلمان نبودم، اما وقتی که این آیه را در قرآن خواندم گفتم اگر این راست باشد حتما یکی از معجزات قرآن و معجزات محمد صلی الله علیه وسلم است که محمد که در کوههای مکه بود و هیچ دنیا را نرفته بود، این از کجا میدونه که در دریا چنین پدیده وجود دارد؟ لذا گفتم اگر این واقعیت باشد من میرم بررسی میکنم، بعد به این نتیجه میرسم که این پیامبر خداست و خدا از عالم غیب بهش این خبر را داده. و اگر این واقعیت داشته نباشد، یک ادعای محض باشد، اون وقت جای باور نیست. لذا میگه خودم حرکت کردم، رفتم به همین دریا و این چیز را بعد از این که مشاهده کردم به قرآن و به محمد ایمان آوردم. لذا یکی واقعا از آیاتی هست انسان نگاه بکند که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم، نبی امی، پیغمبری که به مکتب نرفته و پیغمبری که فقط یکی دو سفر تا شام داشته، در اون زمان که هیچ نوع وسیله ارتباطات نبوده، مفسرین قدیم این دریاها را ندیدند، هر یکی یک قولی میگه. در همین چند صد سال پیش کسی اطلاع نداره، امروز الحمدلله ارتباطات هست، همه دنیا را ما اطلاع داریم و خبر داریم. لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون زمان به وسیله این کلام خبر داده. پس واقعا یکی از آیات و یکی از معجزاتی هست که دال بر صداقت و حقانیت قرآن و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. لذا الله می فرماید مرج البحرین، دریاها را، دو تا دریا را جاری کرد که یلتقیان، ظاهرا با هم ملاقات می کنند، بینهما برزخ لا یبغیان، اما بینشان
حجابی هست که در هم دیگه نمی روند. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام نعمتهای رب ای جماعت جنات و انسانها مکذب هستید، تکذیب میکنید. یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، خارج میشه از هر دو دریا لؤلؤ و مرجان، مرواریدها، انواع مرواریدهای عرض کنم که ریز و درشت از این دریاها. اما منهما اینجا مفسرین گفتن من مجموعهما، چون از هر دریا جداگانه مروارید نیست. این مرواریدهایی که قرآن گفته در دریای شور هست، لذا من مجموعهما، از مجموعهشان. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. دیگه از قدرت های الله تعالی برای او هست جوار. جوار جمع جاریه هست، یعنی کشتی هایی که المنشآت فی البحر، کشتی های بادبانی، اونهایی که به وسیله حرکت باد حرکت میکنن در دریا. اما کل اعلام، آنها مثل چی هستن؟ کوه، یعنی در بزرگی در قد و قواره مثل کوه هستند، شهر هستند. ولی این هم قدرت بزرگی هست که اینها در دریا به سیر ادامه میدهند و فرو نمی روند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بکدام نعمت های رب ای جماعت جنات و انسان ها منکرید و تکذیب میکنید. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله تعالی خبر میده که تمام این خلائقی که هستند، تمام این آثاری که وجود دارند، اینا مخلوق الله، همه اینها سیذهبون و یموتون اجمعون، همه میروند، زائل میشوند، میمیرند، کسی باقی نمیماند بغیر از ذات الله. کل من علیها فان، تمام آنهایی که بر آن زمین هستند فنا پذیرند. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، باقی میماند ذات پروردگار. وجه ربک یعنی ذات الله، فقط و فقط ذات الله، اون اللهی که ذو الجلال والاکرام هست. ذو الجلال والاکرام دو تا صفت هستند از صفات الله عزوجل، یکی صفت ذاتیه، یکی صفت اضافی هست. ذو الجلال اون ذاتی را میگویند که در نهایت عظمت است، جلالش، بزرگیش، عظمتش به قدری هست که هیچ چیزی به اون قدر نمی رسد. اما اکرام صفت اضافی هست، اونی که در نهایت لطف و احسان هست، به دیگران، بر دیگران احسان دارد، بر دیگران لطف دارد و مهربان است. به این خاطر بعضی گفتن چون که این ذوالجلال صفت ذاتی هست و نهایی است از نظر عظمت، و اکرام چون که صفت اضافی است و نهایی است از نظر لطف و مهربانی، بعضی گفتن اینها اسم جلاله هستند که کسی خدا را با این صفات صدا بزند و فریاد بزند و دعا بکند، دعایش پذیرفته میشه که بگه یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. در حدیث شریف آمده که به این صورت شما دعا بکنید، یا ذا الجلال والاکرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بکدام نعمتهای ربتان منکر هستید ای جماعت جنات و انسانها. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
آن ذاتی است که از او سؤال می کند، از او می خواهد، از او طلب می کند در هر لحظه، هر آن. کل من فی السماوات، تمام آن خلایقی که در آسمان ها و در زمین است همه از الله می خواهند، همه از الله طلب می کنند. کل یوم هو فی شأن، هر روز، هر لحظه. اینجا یوم به معنی مطلق وقت است. در هر وقت الله تعالی فی شأن هست، در مشغولیت است. به چه معنی؟ به این معنی ببینید اون چیزی که جای تأسف است اینه که اهل خرافات، اهل شرک خدای عزوجل را تشبیه میدهند به پادشاهان دنیا، به رؤسای دنیا. خب پادشاهان دنیا حریف نمی شوند تمام رعیت را جواب بدند، لذا اونها چه کار می کنند؟ برای خودشون کابینه تشکیل میدن، در هر بخش یک وزیر می گذارند. اون وزیرها هم نمی توانند، اونها برای خودشون کابینه جداگانه تشکیل میدن، در هر استانی یک والی و یک عرض کنم که رئیس میگذارند، مدیر کل میگذارند در همون قسمت ها و بخش های خودشون. مدیر کل ها باز در هر بخش یک رئیس، یک معاون میگذارند، اونها باز در هر بخش دیگه یک مسئول میگذارند. یک سری سلسله مراتبی هست تا اینکه مشکلات مردم حل بشه. یک نظام منظم و مرتبی هست. به این قیاس میکنند العیاذ بالله الله را. میگه الله عزوجل کارها را سپرده به نائبان خودش، به بزرگان، به انبیا، به اولیاء، به قطبها، به ابدالها. هر یکی بر اساس بزرگی و کوچکیش تصرفاتی دارد، اختیاراتی دارد. در حالی که اینجا بخوانیم صفات الله عزوجل را، انسان به این نتیجه میرسه که همه این تصورات و همه این تخیلات و تمامی این تشبیهات درباره ذات الله عزوجل باطل و بیهوده است. چون الله عزوجل اولا ذل جلال و الاکرام، ذاتش در غایت عظمت است و همچنین در غایت اکرام است، یعنی لطف و مهربانیش حد و مرز ندارد. هر چی که تصور کنی از اون بالاتر. لذا از خواستن هیچ که ناراحت نمیشه، هر چی بخواهی بیشتر خوش میشه، هر چی طلب بکنید راضی تر میشه. دوست دارد که بنده از او بخواهد. در جای جای قرآن هم تشویق می کند بندگان از من بخواهید. ادعونی استجب لکم اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. بندگان از من بخواهند، من نزدیکم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، باید به من ایمان بیاورند اونطور که جایگاه و صفات من تقاضا می کند. لذا الله تعالی از هر کسی به انسان هم نزدیکتر است. و نحن اقرب الیه من حبل الورید و هو معکم اینما کنتم. هر جا باشید، در هر حال باشید، الله با شماست. علم الله نسبت به شما هست. لذا اینجا باسه فرموده یسأله من فی السماوات والارض، همه و همه از خدا میخواهند، واسطه ای در کار نیست. الله چطور جواب میده؟ الله میفرماید کل یوم هو فی شأن. بعضم نمیشه که ما با عقل خودمون اینا بسنجیم و ترازویش بکنیم و بفهمیم. کل یوم هو فی شأن، هر لحظه. عرض کردم یوم به معنی چی است؟ مطلق وقت. هر لحظه، هر وقت الله در شأن هست، یعنی مشغولیت هست. و
شما از خواستن خسته می شوید، او از دادن خسته نمی شود. ببینید که حضرت امام نصفی رحمه الله چگونه جالب این تفسیر کرده، البته با یک حدیث و با یک روایتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. این هست تفسیر واقعی کل یوم هو فی شأن. اولا می فرماید ای کل وقت و حین یحدث امورا و یجدد احوالا. در هر لحظه، در هر وقت، در هر ساعت الله عزوجل اموری را تازه ایجاد می کند، اموری را احداث می کند و یجدد احوالا، احوال جدیدی درست می کند، احوال جدیدی تجدید می کند. کما رویه، می فرماید همان گونی که روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه را وقتی که تلاوت کرد، کما روی انه علیه السلام تلاها، رسول الله تلاوت کرد این آیه را. فقیل و ما ذلك الشأن، یا رسول الله این شأن چیه که کل یوم هو فی شأن؟ فقال علیه السلام، رسول الله فرمود، بعضی را رسول الله مثال بیان فرمود که ما بفهمیم. فرمود من شأنه ان یغفر ذنبا و یفرج کربا و یرفع قوما و یضع آخرین. بعضی از شأن اینجا عرض کنم من تبعیضیه هست. بعضی از کارهایی که الله عزوجل می کند در هر لحظه، ان یغفر ذنبا، جای گناه کسی را می بخشد، و یفرج کربا، جای دیگه مشکل کسی را دور می کند، و یرفع قوما، یک قومی را، یک انسانی را، یک شخصی را، یک مجموعه را بالا می برد، و یضع آخرین، مجموعه دیگر را پایین می آورد. یعنی الله تعالی در هر لحظه، در هر ساعت، در هر حین در این دنیا لا تأخذه سنة ولا نوم، خواب، خستگی به سراغش نمی آید. لذا در این عالم، در آسمان ها، در زمین، نه که فقط به امور ما رسیدگی می کند، به امور همه فرشتگان، جنات، حیوانات، پرندگان، طیور. لذا الله تعالی به شأن مشغول است، به کاری و به امور بندگان خودش مشغول است. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. الله تعالی بعد از اینکه دلائل را بیان فرمود و بعد از اینکه صفات خودش را بیان فرمود، اینجا مقدمه‌ای برای تخویف اخروی بیان می فرماید. الله تعالی می فرماید سنفرغ لكم ایها الثقلان، ان قریب ما فارغ میشیم برای شما ای جماعت. ثقلین به جن و انس میگویند، ای جماعت جنات و انسان ها. فارغ میشیم به این معنا که میپردازیم به امور خاص شما و از شما حساب و کتاب میگیریم. یا معشر الجن والانس، الله تعالی ابتداء تخویف بیان می فرماید. یا معشر الجن والانس، ای جماعت جنات و انسان ها، ان استطعتم، اگر شما می توانید، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اینکه بیرون روید، اینکه بگریزید، اینکه فرار کنید از اطراف آسمان ها و زمین. فانفذوا، فرار کنید، بیرون روید، بگریزید. این امر را میگویند امر تعجیزیه. امر تعجیزیه به این معنی که تو عاجزی، تو نمیتونی. شما گاهی بر کسی غالب میشید، میگه الان جرأت داری برو از اینجا، خب اون میترسه، نمیتونه بره. برو، این امر نیست، این تعجیز است. داری بهش میگه تو عاجزی، پس این تعجیز هست، نه اینکه دستور فرار هست. لا تنفذون الا بسلطان، الله می فرماید که در نمیرید، بیرون نمیشوید از احاطه ما، الا بسلطان، ای الا بامر الله. سلطان را تفسیر کردند امر الله.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس به کدام نعمتهای ربتان ای جماعت جنات و انسانها تکذیب میکنید. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. این تخویف اخروی هست. فرستاده میشه بر شما شواظ من نار، شعله از آتش، و نحاس و فلز گداخته شده، مس و سرب گداخته شده، که میگوید کیفیتش اینه که در آتش انداخته میشوند مجرمان و مشرکان و از بالا فلز را میگدازند و بر او میریزند، که الله پناه بده اون که فلزی که ذوب بشه اون چقدر داغ هست. الله میفرماید فلا تنتصران، انتصار شما هر جا میخوانید به معنی انتقام، یعنی نمیتوانید انتقام بگیرید، ولی اینجا به این معنا نیست. در جهنم کی به فکر انتقام است؟ فلا تنتصران. لذا مفسرین نوشتن فلا تمتنعان من الله ولا يكون لكم الناصر، یعنی نمیتوانید جلوگیری بکنید که به شما عذاب نرسه، نمیتونید از خودتون دفاع بکنید، مانع این عذاب ها بشید. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فاذا انشقت السماء، این وقت عذاب است، زمان عذاب. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، زمانی که آسمان شکافته میشه، اذا السماء انشقت، پاره پاره میشه، فكانت وردة كالدهان، تغییر وصفی. انشقت السماء تغییر ذاتی هست، خود آسمان پاره پاره میشه. فکانت وردتن، این تغییر وصفی هست، رنگش هم تغییر مییابد. الان رنگ آسمان آبی هست، اون زمان فکانت وردتن کالدهان، قرمز میشه. ورده قرمزی را میگن، قرمز میشه. کالدهان، دهان میگویند چرم را و پوست سرخ رنگ را که رنگ قرمز بهش بزنن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، کدام نعمتهای ربتان را تکذیب میکنید. فیومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، در اون روز سؤال نمیشه از گناهش، نه انسانی نه جنی. به چه معنا؟ یعنی نیازی نیست که از کسی بپرسن تو چه گناهی کردی، چون که در آیه بعدی میاد یعرف المجرمون بسیماهم، مجرمان با سیما و با علائم خودشان شناخته میشوند. اینجا الان شما به زندان برید، خب در بعضی جاها نظم هست، هر گروهی هر نوع جرمی شاید یک نوع لباس داشته باشه یا یک بند خاص داشته باشه. خب شما میدونید که اینها جرائم، این جرائم مواد مخدر هستند، با این بند یا با این لباس. این مجرمین و زندانیان سیاسی هستند، اونها قاتلین هستند. هر یکی شاید سیمایی داشته باشد، علامتی داشته باشد یا داشته نباشد، لباسی شاید داشته باشد. همین که لباسش را ببینی میدونی لباسهای نارنجی، خب اینها مجاهدین هستند. به طور مثال که امریکا گرفته در گوانتانامو، شما به محض اینکه عکسش را میبینی میدونی یعنی چه. الله پناه بده، اونجا مجرمان با علائم خاصی مشخصن، نیازی نیست شما سوال کنید تو چی کردی. همین که سیمایش را بدانی میدونی این مشرک بوده، این منافق بوده، این فلانکاره بوده. خب بعضی ها اینو گفتند، یعنی هر جرمی با علائم خاصی علامت گذاری شده. بعضی میگن مطلق مجرمان را وقتی که ببینی از چشمشون، از رنگشون، از چهرهشون میدونی که این زندانی هست، این مجرم هست. چطور؟
عرض می کنم. اول آیه فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در آن روز سؤال نمی شود از گناهش، نه انسان و نه جن. چرا؟ سیماهم علی ما روی عن الحسن، بر اساس روایتی که از حسن بصری داریم سیمای اونها چگونه خواهد بود؟ سواد الوجوه و زرقت العیون، چهرهای سیاه و چشمان کبود. سواد الوجوه و زرقت العیون، از این چهره سیاه و چشم کبود میدونی این مجرم است. و بعضی گفتن نه، لازم نیست که رنگ خاصی بگیرد. و قیل ما یعلوهم من الکآبة والحزن، اون چی که بر سرشون هست و بر چهرهشون نمایان هست از مصیبت و از غم و از رنج، میدونی که این مجرم است، این غم دیده هست، لبهایش خشکه، رنگش پریده هست و لذا الله می فرماید فبأي آلاء ربكما تكذبان یعرف المجرمون بسیماهم، مجرمان با سیمایشان شناخته می شوند، با علامتشان شناخته می شوند. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، گرفته می شوند به وسیله فرشتگان، به وسیله دو فرشته، یکی از سر یکی از پا. ناسیه موهای بالای پیشانی. سر انسان به 4 قسمه، بعضی موها به طرف راست، گوش راست، بعضی ها به طرف گوش چپ، بعضی ها به طرف گردن و 1/4 مو به طرف پیشانی راجع هستند، عرض کنم که نمایان هستند. لذا این قسمت موها را میگیرند و فرشته دیگه پاها را میگیرند میندازند، پرتش میکنند در وسط جهنم. الله پناه بده. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ناصیه و قدمهاش گرفته میشه، انداخته میشه در قعر جهنم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ای جماعت جنات و انسان ها کدوم نعمت های ربتون را ممکنید که هنوز راه شرک و کفر و خرافات را ادامه میدهید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، تذلیل مجرمان. اونجا علاوه از اینکه سوزونده میشوند، اونها را میگویند یادتون هست انکار میکردید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، این جهنم آن جهنمی هست که تکذیب میکردند این جهنم را مجرمان. یطوفون بینها و بین حمیم آن، میچرخانند بین این جهنم مجرمان را، و مجرمان میچرخند و بین حمیم آن، و بین آبجوش آن، یعنی خیلی داغ. آبجوش خودش داغه، آن مبالغهش هست، خیلی داغ، خیلی جوش داده. چنانچه در احادیث می آید در عذاب هم تنوع هست. گاهی تو آتش می سوزانند او را، چنان در آتش می سوزد که تمنا می کنن لحظه به جای دیگه ببرنش، میبرنش زیر آبجوش، اونجا باز نمیتونه تحمل بکنه، باز میارنش تو آتش. یطوفون بینها و بین حمیم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. خب تا اینجا تخویف، همش عذاب بشه و همش سختی ها و شدائد جهنم اگر بیان بشه انسان دلش میگیرد. لذا الله عزوجل بهشت را هم ذکر می کند. ایمان بین خوف و رجا هست، هم باید ترسید هم باید امیدوار بود. اون خوف بود، این رجا هست، این امید هست. لذا
این بهشت برای کسانی هست که از الله و از ایستادن در محضر الله می ترسند. ولمن خاف مقام ربه جنتان، این بشارت اخروی هست برای کسی که خاف می ترسد مقام ربه. مقام یعنی از ایستادن در محضر رب. تفسیر مدارک گفته مقام به معنی موقف، الذي يقف فيه العباد للحساب، اون موقفی که بندگان برای حساب و کتاب اونجا می ایستند یوم القیامه. خب از اون موقف کسی که بترسد فترک المعاصی، چیکار میکنه؟ گناهان را ترک میکند. لذا از اون موقف باید ترسید. این انسانی که خوف خدا در او باشد، خشیت باشد، چنان خوف و خشیت باشد که به تصور اون موقف از همه گناهان فاصله بگیرد، برای انسان جنت هاست، باغات متعدد است، جنات متعدد است. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که در بسیاری از جاهای قرآن مجید تثنیه برای تکرار می آید، برای دو نمی آید. دو تا باغ هست نه، بلکه تکرار است، به معنی کرتین و مرتین. اینها برای چی هستند؟ برای تکرار هستند. پس جنتین هم به معنی چندین بهشت. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دارای شاخهای زیاد هستند. شاخ کنایه از درخت است، به این خاطر گفتند ذات انواع من الشجر. افنان اصل از فنون هست، به معنی انواع درختان، انواع اشجار، انواع میوه ها، هر نوعش که بخواهی اونجا هست. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهما عینان تجریان، در اون بهشت دو تا چشمه هستند که جاری هستند. تفسیر ابن کثیر نوشته اسم یکی تسنیم هست و اسم یکی سلسبیل هست، که وقتی که انسان از آبشون میخورد، این آب اولا معطر است با عطری. اینجا در دنیا اگر آب عطر داشته باشه شما نمیخورید، اما اونجا فرق میکند با چنان عطری که انسان هرگاه آروغ میزند، اون عطر و اون خوشبویی تمام فضا را خوشبو میکند. لذا این دوتا چشمه در بهشت هستند. فیهما عینان تجریان، در این باغات هستند. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیهما من كل فاکهة زوجان، در آن بهشت از هر نوع میوه زوجان، باز هم دو نوع نیست. زوجان یعنی انواع متعدد، انواع مختلف. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وصف چهارم، الله می فرماید اینها تکیه داده هستند بر فروشی. عرض کنم که چنان رخت خوابهایی هست که بطائنها من استبرق، داخلشون بطانه اون قسمتی را میگویند که عرض کنم پایین هست، به اصطلاح تویی هست، داخل هست، اون از استبرق هست. استبرق ابریشم کلفت را میگن. معمولا وقتی که شما
یه چیزی درست کنید، یک رخت خوابی، تشکی، بالشتی، اون پارچه‌ای که درون هست، اون پارچه‌ای که داخل است، اون پارچه معمولا یک پارچه بیارزشیه، نه ارزان قیمتی هست. هر کسی سعی میکنه همین پوش بیرونیش را خوب زرق و برق و زیبا بکند. الله میفرماید اون داخلش وقتی که ابریشم هست، پس بیرون را تصور بکن چی هست. و جن الجنتین دان، نزدیک میشه هر دو تا باغ. دان نزدیک یعنی برای چیدن میوه انسان به هیچ مشکلی برخورد نمی کنه، نزدیک قرار میگیرند. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. این صفات حوران بهشتی هست، همراهان اهل بهشت که در اونجا با انسان ها همراهی میکنند. در آن بهشت ها قاصرات الطرف، زنهایی که چشمانشون پایین هست. چشمانشون پایین هست به چه معنا؟ ببینید در دنیا این وصف خوبی هست، چشم زن که پایین باشد کنایه از حیا هست، ولی اونجا این حرفا معنا ندارد. اونجا جای این نوع صفات و احکام خدا نیست. حجاب و حیا و اونجا همه در عیش و نوش هستند. پس قاصرات الطرف را مفسرین مراد دیگه گرفتن. ببین در دنیا زنی که با حیا باشد هر مردی را نمی بیند مگر شوهر خودش را. پس این را میگویند دلداده شوهر، عاشق شوهر. پس قاصرات الطرف را گفتند که اون حورها نسبت به دیگران نگاه نمی کنند، دیگران را اصلا چشمایشون پایین هست، دلداده شوهر خودشون هستند، عاشق شوهر خودشون هستند، اختصاص به همین شوهر دارند. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. یک زنی وقتی که زیبارو باشد بلا تشبیه، این زن خودش باعث خوشحالی و مسرت برای شوهر میشه و زندگی شوهر را شیرین میکند. اما وقتی که محبت خاص و دلدادگی و وابستگی خاص به شوهر داشته باشه و یک لحظه بدون شوهر میمیرد، خب این چند برابر لذت شوهر را بیشتر میکند، خوشیش را بیشتر میکند و به زندگیش دلگرمتر میشه. لذا الله تعالی این صفات را اونجا بیان میفرماید که همه اینها هستند. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، اونها را دست نزده، کنایه از جماع و مقاربت هست. انسی قبل از این و نه جنی، یعنی اونها مخصوص همین افرادی هستند که تعیین شدند. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. گویا آنها یاقوت و مرجان هستند. در درخشندگی یاقوت خب سنگ سرخی هست که بسیار زیبا و درخشنده هست، و مرجان هم مروارید هست، در درخشندگی، در صفا، در زیبایی، در خوبرویی. این بیان حسن صورت است. اونجا که شما خواندید فیهن قاصرات الطرف، اونجا بنویسید بیان حسن سیرت. دو وصف هست که زن را کامل می کند. یکی حسن، نه زن را، انسان را، یکی زیبایی صورت و یکی زیبایی سیرت. هم ظاهرش خوبه هم باطنش خوبه، هم اخلاقش خوبه هم عرض کنم که ظاهر و چهرهش خوبه. لذا الله تعالی هر دو را برای حوران بهشتی بیان می فرماید. فیهن قاصرات الطرف، اون حسن سیرت است که فقط دلداده شوهر هستند،
و این هست که انهن الیاقوت و المرجان، مثل مروارید و سنگهای سرخ یاقوتی زیبا و می درخشند. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام نعمتهای ربتان انکار میکنید، تکذیب میکنید، منکرید؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. الله تعالی همه این نعمتها را که به انسانها عنایت میکند دلیلش را هم ذکر میکند که این انسانها احسان کردن در دنیا که احسان میبینند در آخرت. نیست جزای احسان مگر احسان هست. روح المعانی نوشته ای ما جزاء الاحسان فی العمل الا الاحسان فی الثواب. شما در عمل احسان کنید. احسان را در عمل تفسیر کردیم، توضیح دادیم، یعنی اخلاص، یعنی هر کار برای خدا بودن. مثلا احسان را وقتی که از رسول الله پرسیدن فرمودن ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. یعنی نمازت را خالصتا برای خدا بخوان، گویی خدا را میبینی چون اون تو را میبیند. پس احسان یعنی اخلاص برای پدر، برای استاد، برای رفیق، برای همسایه، برای مردم. نه طوری نکن که منو میبینند مردم، نه طوری کن که فقط خدا منو میبیند و من خدا را میبینم. این گونه باش. این احسان است. اگر بگیم توحید، چنانچه تفسیر دیگری هست روح المعانی هم میگه هم درسته، چون توحید این همینه که همه چیز را به خدا اختصاص بده، همه عبادت ها را به خدا اختصاص بده و هر کارت برای خدا باشد. پس میفرماید در تفسیرش ما جزاء الاحسان فی العمل، نیست جزای احسان در عمل الا الاحسان فی الثواب، مگر اینکه در ثواب هم احسان بات میشه. وقیل المراد ما جزاء التوحید الا الجنه. احسان اول توحید است، احسان دوم چی هست؟ جنت است. هل جزاء الاحسان، نیست جزای احسان. شما همه تفسیرها را اشاره بکنید، بنویسید عقیده، عمل صالح، الا الاحسان، مگر ثواب و جنت. فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدام نعمتهای رب منکر هستید، تکذیب میکنید؟ و من دونهما جنتان، علاوه از این بنویسید فی المرتبه والقدر. این دوتا جنت یا انواع جنت های دیگه که یاد میشوند در مرتبه و قدر از اون پایین تر هستند. معلوم میشه که اون برای خاصان هستند و این برای عموم مؤمنان هستند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدام نعمت های ربتان منکر هستید، تکذیب میکنید؟ مدهامتان، مدهامتان از ادهیمام است. ادهیمام یعنی سیاه شدن و سیاه جلوه دادن. اینجا منظور اینه که از بس که درختان انبوه هستند سیاه نمایان هستند. از دور شما باغی را ببینید به شکل سیاه میبینید، بالخصوص درخت زیاد باشد. و دیگه گفتن مفسران وقتی که درخت آب زیاد بخورد برگش خیلی سبز میشه، سبز پررنگ میشه، کم کم تمایل به چی؟ به سیاهی هست. پس سیاه گفتند چرا؟ قرطبی گفته سوداوان من شدت الخضره، از بس که سبز هستند چی هستند؟ سیاهند. و عرض کردم هر دو چیز سیاهی میارد، هم خیلی برگها سبز باشند و هم درختها انبوه باشند، گنجان و زیاد باشند. بله.
فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدام نعمتها منکر هستید، کدام نعمتها را تکذیب می کنید. فیهما عینان نضاختان، در آن بهشت دو تا چشمه هستند. نضاختان فواره میزنند، نضاخه فواره زدن را میگویند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، کدام نعمتهای رب را تکذیب میکنید. فیهما عینان، فیهما فاکهة و نخل و رمان، در آنها فاکهة میوه ها هست، و نخل و رمان، این تخصیص بعد از تعمیم است، بالخصوص از میان میوه ها نخل، خرما که میوه محبوب هست و میوه مقوی هست و میوه پر انرژی هست، و رمان و انار. معلوم میشه شاید ما به همه خواص پی نبریم، ولی معلوم میشه این میوه هایی که به نام قرآن ذکر میکند، در این میوه ها خواصی هست که در بقیه اون خواص نیست. لذا خواص اینها را هم نوشتند کسانی که اهلشون هستند، اهل علم هستند در باب این مسائل. ولی معتقدیم هرگاه که قرآن یاد میکند و ذکر میکند، ما چه به خواص برسیم چه به اون خواص نرسیم، چه پی ببریم چه پی نبریم، قطعا تو این میوه ها منافع و ویتامین های بسیار زیادی هست که بعضی ها بشر به اونها رسیده و بعضی ها نرسیده. فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدام نعمتها و کدام نعمتهای رب را شما تکذیب میکنید. فیهن خیرات حسان، در آن بهشت، در آن باغات، خیرات زنهای بسیار خوبی هست. خیر به معنی خوب، باز هم اشاره به حورهایی هست که در این نوع دوم باغات هست. حسان زیبارو، خوبرو، خوبصورت. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها درباره خیرات و حسان از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد. آن حضرت فرمود فسر الرسول صلی الله علیه وسلم لأم سلمه رضی الله عنها ذلك فقال خیرات الاخلاق حسان الوجوه. همون که قبلا عرض کردم درباره اون حورها که پاکیزه هستند، پاک هستند در سیرت و صورت، هم در اخلاق و هم در زیبایی، زیبایی باطنی و زیبایی ظاهری. عنایت داشته باشید خیرات الاخلاق، اخلاق زیبا دارند، اخلاق خوب دارند، با اندک مسئله ترش نمی کنند، روی نمی گردانند، درگیر نمی شوند، بد اخلاق نیستند. و همچنین حسان الوجوه، چهره هم زیبا دارند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدوم نعمتهای پروردگار منکر تکذیب می کنید. حور مقصورات فی الخیام، الله می فرماید اینها حورهایی هستند. حور دیروز خواندیم که اصلش به معنی سفید هست، زنهای سفید رو، مقصورات فی الخیام، در خیمه ها محبوسند، مقصورند، منحصرند برای شوهرها، که باز هم اینجا به معنای نمیدونم حجاب و حیا و اون مسائل نیست، بلکه به این معنی که اختصاصی هستند به شوهرهای خودشون، ویژه شوهرهای خودشون هستند. فبأي آلاء ربكما تكذبان، به کدام نعمتها و کدام نعمتهای رب را تکذیب میکنید. متکئین لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، باز هم کنایه از مقاربت هست، از مجامعت هست. دست نزد اونها را قبل از آنها، یعنی قبل از شوهرهایشون، هیچ انسانی و هیچ جنیه‌ای. فبأي آلاء ربكما
تكذبان متكئین على رفرف خضر وعبقری حسان. اینها تکیه داده اند در بهشت بر رفرف. رفرف یعنی بالشت ها یا پشتی های نگارین، پشتی های نگارین بسیار زیبا با نقش و نگار. خضرن که این پشتی ها و بالشت ها سبز رنگ هستند، و عبقری حسان و قالیچه های زیبا، قالیچه های منقش که اونجا برای اهل بهشت هست. هم تکیهگاه های بسیار زیبا و هم اون قالیچه هایی که زیر پا هستند. فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدام نعمت های ربتان را تکذیب می کنید؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. این مدعای سوره هست. وقتی که به این نتیجه رسیدیم که همه نعمت های دینی و دنیوی، همه نعمت های دنیا و آخرت از طرف الله عزوجل است. این نعمت های آخرت بودن. در اول سوره الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. همه این نعمت های دنیا را ذکر کرد. اینجا نعمت های عقبی را ذکر کرد. همه مال الله هستند. پس اون ذاتی که برکات دهنده هست، اون ذاتی که همه خیر و برکت به دست او هست، اون ذات بسیار با برکت است. برکات را از او بطلبید، از کسی دیگه برکت نخواهید. تبارک اسم ربک، با برکت است نام عظیم ربت، اون ربی که نامش و صفاتش چیه؟ ذی الجلال والاکرام، صاحب جلال و اکرام هست. از کردم الان در اول سوره که ذل جلال، جلال یعنی اونی که از نظر ذات در غایت عظمت است، در غایت بزرگی هست. و اکرام این صفت اضافی هست، یعنی نسبت و اضافت به دیگران، نسبت به دیگران. اکرام اون ذاتی است که در غایت مهربانی و لطف و جود و فضل و کرم است. پس اون ذات با برکت است. اون ذات را شما نامش را بخوانید و برکت از او بخواهید. بله، این سوره مبارکه الرحمن بود.